дуруд бинандагони азиз, субҳи рӯзи 9 май Каромат Шарипов дар синни 57 солагиаш аз сабаби бемории сактаи дил аз дунё гузашт. мувофиқи баъзе маълумотҳо, Каромат Шарипов субҳи 9 май дар ваҳдат гузашт. намози ҷанозаашро пеш аз нисфирӯзӣ дар зодгоҳаш деҳаи Чилчашмаи ноҳияи Файзобод гузаронидаанд ва дар деҳаи номбурда ба хок супоридаанд. як рӯз пеш аз маргаш ин қаҳрамон дар фикри муҳоҷирони дур аз ватан буд ва аз пайвандонаш хоҳиш кардааст ки замине ки дар Русия ба ӯ тааллуқ дорад фурӯхта ба муҳоҷирони мазлум кӯмак кунад. мо ҳамеша муҳоҷирон дар ҳаққи эшон ғоибона дуогӯ буда аз худо талаб дорем ки пурсиши мункар ва накирро дар қабр ба ӯ осон гардонад ва дар охират номаи аъмолашро ба дасти росташ дода биҳиштро ҷойгоҳаш кунад. омин. این سینه ها بریان گشت از دست کی؟ از دست مرگ. این سینه ها بریان گشت از دست کی؟ از دست مرگ. این دیده ها گریان گشت از دست کی؟ از دست مرگ. ما را غضب کرده خدا، ما را غضب کرده خدا، از دوستان خود جدا، هستیم غریب و بینوا از دست کی؟ از دست مرگ. در دشت ها آواره ام، در دشت ها آواره ام، چون غنچه صد پاره ام، خود بنده بیچاره ام از دست کی؟ از دست مرگ. من زهرها نوشیده ام، من زهرها نوشیده ام، چشم از همه پوشیده ام، زهراب غم نوشیده ام از دست کی؟ از دست مرگ. گلگون قبا پوشیده ام، گلگون قبا پوشیده ام، سر در کفن پیچیده ام، دریا صفت جوشیده ام از دست کی؟ از دست مرگ. هر دم ز من فریادها، هر دم ز من فریادها، فردا بگویم دادها، من میروم از یادها از دست کی؟ از دست مرگ. مسکین سخن کوتاه کن، مسکین سخن کوتاه کن، برخیز و عزم راه کن، یا شکوه بر الله کن از دست کی؟ از دست مرگ. از دست کی؟ از دست مرگ. حضرت گفتند ای مسکین از جای خود بخیز و این نظم و غزل خط کوتاه کن، زیرا که شاید که بالای همین کتابت غزل باشه که همون مرگی که تو یادآوری داری بالای تو حمله کند. زیرا تو نمیدانی که مرگ در کدام ساعت بالای تو می آید. البته به البته بچه عمر عبدالله خدا رحمت کند، عمر با همراهی این بچهش اخذ رسول الله صلی الله علیه و سلم بمنکبه، روز رسول اکرم از سر شانه من داشت و چی گفت؟ و قال یا ابن عمر، ای بچه عمر، کن فی دنیا کأنک غریب او عابر سبیل. بچه عمر، من بر تو نصیحت میکنم، نصیحت من همین است که در دنیا مثل غریب باش او عابر سبیل،
یا مثل که یک آدمی که از راه گذرانده هست و می رود راه را تمام میکند، مثل همون باش. در دنیا خطایا رونده راه حس کن یا مثل یک غریب حس کن. حضرت وقتی میگه این نصیحت من گرفتم و کان ابن عمر، و دائم همین بچه عمر چی میگفت؟ مردم میگفت اذا امسیت فلا تنتظر صباح و اذا اصبحت فلا تنتظر مساء. ای مردم، من از پیغمبر خدا یک نصیحتی گرفتم که بر شما خلاصه او را میگم. خلاصه این نصیحت پیغمبر این است که اگر شما در بیگاهی قرار داشته باشین، نفس خودتان تا سحر مهلت ندین. اگر بیگاه شما زنده باشین، شما 100% باوری نکنین که شما تا سحر زنده میمانین، همچنان باوری در دلتان پیدا نکنین. و اذا اصبحت، وقتی که اگر سحر شد تو از خواب خیستی، فلا تنتظر مساء، تا بیگاهی را جان اخته مهلت نتی، تا بیگاهی را باور نکن که من زنده هستم، بلکه چیکار کن؟ خذ من حیاتک لموتک و من صحتک لسقمک. حضرت نصیحت کردن ما و شما را که از این خاطر این حیاتی که بالاش مرگ هجوم دارد از دست شما میگیرنش، از این خاطر برای روز مردنتان این حیات غنیمت بشمارین. و این تن صحتی که قدم زنان به مسجد دوان دوان میایین، این تن صحت هم غنیمت بشمارین برای روز چی؟ برای روز مرگتان. از این خاطر مسکینم گفتن تیزتر غزل بود کن، شاید که این مرگ نامعلوم است که این ساعت بالای من میاد یا ساعت دیگر. مرگ خود چی معنا دارد؟ مرگ در قرآن به نام موت ذکر می شود که ترجمه فارسی زبان ما و شما موت این خود مرگ می دهد. مرگ چی معنا دارد؟ مرگ معناش همین است هر جا که سری خدا پیش کرد، اونجا بالای چیزی که اگر هجوم کرد اون چیز ناپدید و اون چیز از بین دور می شود. این مرگ هم مخلوقی هست که اگر بالای ما و شما که هجوم می کرده است، ما و شما را ناپدید و از بین می برده است. این معنای موت است، این معنای مرگ است. خدا در قرآن شاید 10 جا، شاید زیاده از 10 جا بر ما و شما تذکر می دهد، به ما و شما یادآوری می کند از موت. که من اولا افتتاح سخن را می خوام از ترجمه آیت ها بر شما برسانم. نظر به سوره عمران میکنیم. آل عمران. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. كل نفس ذائقة الموت. تمام آن چیزی که صاحب روح است، صاحب جان است، صاحب حرکت کننده است، خواه از جنس آدم است، خواه از جنس جین است، خواه از جنس فرشته است، عاقبت مرگ را می چشد. این یادآوری خداست بر ما. هر کی آمد به جهان اهل فنا خواهد بود و باقیست خدا خواهد بود. بجز خدا دیگر هیچ زیر روح در روی دنیا باقی نمیماند. فقط و فقط دنیا از خدا بود و باز به سوی خدا رجوع میکند. سوره نحل فَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ لَا يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةً وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ. خدا در سوره نحل چی میگه؟ فَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ،
لا یستأخرون ساعتا ولا یستقدمون. وقتی که اگر اجلهای شما، مرگ بالای شما که آمد، لا یستأخرون ساعتا ولا یستقدمون، هیچ کس حق ندارد این مرگ که من فرستادم او را 1 ساعت یا پیش پرتاید یا 1 ساعت قفاش پرتاید. هیچ کس حق ندارد. اجل آمد، با ساعت و با دقیقه و با ثانیه خودش باید که بالای بنده یا بالای چیزی نباشد هجوم خودش البته بکند. هیچ کس حق ندارد این مرگ از بالای آن چیزی که من روان کردم از بالای او بگرداند. نه 1 ساعت پیشش کرده میتواند، نه 1 ساعت قفا. روزی که اجل در آید از پیش و پسد، روزی که اجل در آید از پیش و پسد، شک نیست که مهلت ندهد 1 نفست. بین روزی که اجل در آید از پیش و پسد، شک نیست که مهلت ندهد 1 نفست. یاری نرسد در آن دم از هیچ کست، برباد شود جمله هوای و هوست. در اون ساعتی که مرگ بالای ما و شما می آید، یاری نرسد در آن دم از هیچ کست. هیچ کس بر ما و شما یاری دادن نمیتونه. اگرچه تمام پروفسورهای دنیا، اگرچه تمام دکترهای روی دنیا در بالای کسلی نشسته باشند، مرگ البته بر آنها هجوم میکند و این دکتر و پروفسور هم تماشا میکند، از دستش هیچی نمی آید، یاری رساندن نمیتواند.